سلام برابکس، خوش اومدید به ویدیو جدید. من مهدی هستم و اومدیم امروز ببینیم با هم ریاکت کنیم به ویدیو بزرگترین ترقه‌های دنیا که دستساز بعضیشون هم که موجوده. میتونید به مانی بدید و بخرید. حتما کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغل هم بزنید روی آل و کامنت هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها دارید میبینید خیلی بزرگه. پیتیلش هم جدا بسید خیلی بتونه فرار کنه. رفت عقب. این الان تا نصفه قشنگ پر باروته. پر دیگه فکر کنم فیتیلش داره میرسه و الان میتره. پشمان ببین چه دودی کرد. این زمینش الان اونجایی که ترکیده است نگاه کن بچه ها. این خیلی توش باروت زیاد ریخته بود، به همین خاطر خیلی صدای خفنی داشت. دیدی که یه دونه بشکه بود قشنگ. بریم سراغ همین طرف. فعلا داره جاشو نشون میده که ترکید و خیلی خفن بود. رفت سراغ ترقه بعد. این جعبه است. یه کارتون پر کرد از مواد منفجر و این داستانا دورش هم چسبی زد و فیتیلش هم گذاشت و یا خدا رو. اینجا زمینش خیلی باهم چون زمینش شخمه، امکان داره خاک‌ها رو بزنیم ور اون ور. این یه دونه ترقه نبود. یه دونه ترقه بود. من چند از اون منوره هستن 15 شوت داریم از اونا. دقیقا شبیه اون بود و خیلی خفن بود. این از قبلی خفن‌تر بود و ببینید با آثار باقی مانده از یک کارتونی که سالم بود. خب این چیه؟ این دیگه چیه؟ فکر کنم از این هست که بالا میره. بشه چیه؟ پیتیله رو ببین. این دیگه چی میترشه؟ پیتیله رو ببین. فقط نزدیک بود دست یارو بسوزه. داشتم 3 تا چیز داشت. شوت، من بهش میگم شوت ها ترجیم. یه دونه زمین صدا داد، یه دونم که اونی که رفت هوای اگر میدونید یه انفجار میشه اینا پرت میکنه و یه دونم تو هوا ترکی که خیلی خفن بود. به نظر من تا اینجا یه دونه این خفن بود و یه دونه بشکه اول بزرگ. و ببینید چه دودی کرده. و بریم سراغ ترقه بعدی. میبینید فیتیلش تنابه. این به نظرم ترقه میتونه خفنی باشه ولی اون بشکه نیست. فیتیلش تنابه بچه روشن کرد. کاره میره عقب. به نظرم این بوتای کنارشو حداقل این ور اون ور میندازه. بوتای کنارشو چرا نمیتره؟ بچه این خیلی خفن بود. خیلی خفن. ببینید با اطرافش چی کار دارم میره جلو. نگاه کنید با اطرافش چی کار کرد. ببینید اینجا ترکی قشنگ مثال این بود که فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. خیلی انفجار خفنی داشت. بریم سراغ ترقه بعدی.
یه چیزایی تو مایه سیگاری هست ولی بزرگه. سیگاره چیزایی تو مایه سیگاری ورژن کلوفتره. ما الان پشت گوشی نشستیم داریم ویدیو میبینیم. اگه اونجا باشیم واقعا کر میشیم. اینا واقعا صداش زیاده و ما اینجا فکر میکنیم صداش کم. اینا واقعا صداش زیاده. میبینید صدا میپیچه کل اطراف. خیلی اینا صداش زیاده. بریم سراغ ویدیو ترقه بعدی و ببینیم. اینم جاشو ببینید چیکار کرد. جاشو نگاه کنده. ببینید پای یارو. این دیگه چیه؟ فکر کنم از این راست سوتیه. کلی سوتیه بچه ها. نه سوتی نیست، ترقه از دور شبیه سوتی و سوپر بمب از این چیزا. ترقه زیادیه. فیتیل چیه این؟ نارنج توته؟ نه فندک. فندک خدای خوشگل بود. بچه ها ببینیم چجوری میتره که بچه سوتی هم داشت و ببینیم چی شد. کدو چی شد؟ کدوشون ترقه نبود. ببین چی شدن. تیکه شدن. ببین تیکه و جاشو ببین چی نیست. خب بچه ها اگه کدو رو 100% دیدین و میدونین چیه و خیلی یه پوست خیلی سختی داره. مثلا به راحتی نمیشه بریدش. سخته کلا. سخت بریدنش و یه ذره زور میخواد و این ترقه زدن پکوندن کدو رو و خیلی خفن بود چون تقریبا 100 تا 200 ترقه ریخته بود یارو اونجا و خیلی خفن بود. بریم سراغ ترقه بعدی. بچه این از همون ترقه‌ای که کوچیکش هست تو ایران. کوچیکش هست و این ورژن خیلی بزرگشه. فیتیلش رو فقط نگاه کن. احساس میکنم اینم باید. این چه فیتیلش زود آتیش میگیره. این الان کلاغا تو جنگل پشماشون میریزه. کلاغا حیوانات هرچی حیوانا کلا پشماشون میریزه. خیلی صدای زیاد دود زیاد داره. نگاه کن. بریم ببینیم جاش چطوره. جاش چی شده. بچه ها ببینید چی کار کرده. ببینید واقعا ترقه خفن تونسته تنه درخت رو به این روز بندازه. واقعا ترقه خفنی بود. از اول تا الان من ترقه همون مثل چیه همون که دورش تناب مانند بود ویدیو قبلی دیگه همون بهترین به نظرم تا اینجاست. دومی الان میتونه بشکه باشه. اون بش ترقه بشکه. بریم ببینیم ترقه آبیمون میتونه چی کار کنه. اینم احساس میکنم مثل اونی که کوچیک بود خفن باشه. بریم ببینیم چی میشه. بچه ها فیتیلش روشن شد. ببین
یه چیزی بهتون بگم، تو هر ویدیو هر چقدر به نظر من یارو دورتر بشه یعنی ترقه خفن‌تر و خطرناکتره. من اینجوری یه حدسایی میزنم که این ترقه صداش خیلی زیاد و خطرناکه، چون یارو ببین چقدر فاصله گرفته ازش. بچه فکر میشه اینم خفن بود. این دو تا حالت داره، اولش شدن اینجوری میاد این ور اون ور میره و بعدش میتره. اینم خفن بود و بریم سراغه ببینیم جاش اصلا جاش که به نظرم چیزی نشده، فقط اینا آتیش میگیره علفا چون خشکه. ببین داره دوت میکنه، آتیش هم نگهت ولی داره دوت میکنه. خب بچه ها اینم از ترقه بعدی. بچه ها اینم فکر کنم منوره میره هوا اونجا. بچه ها فیتلری بسن که جا داره این چی فرار میکنه. بچه ها این خیلی خفن، این واقعا از اون قبلیه که رفت بالا ترکید صداداش خفن‌تر بود و این خیلی بهتر از اون بود به نظر من. خب بچه 3 تا از اون منور مانند است که میره بالا از همون هست، ولی با ترقای زیادی که این وسط خیلیه کلا ترقه اینجا. این چی میشه بچه؟ فیکی داشت شد بچه این خیلی دوست بکن چیه؟ اوه این فیلم ها نشون میرن جنگ، صدای دقیقا اونو میده. خیلی ترقی زیادی بود اونجا. بریم ببینیم جاش چی شده. حتی جاش به نظرم تغییر زیادی نمیکنه. نه تغییر زیادی نکرد، فقط اون بزرگای ذره پس شدن این ور اونش. خب فکر کنم بچه ها این ترقه خیلی بزرگه. الان این فکر کنم اندازه یک کپسول آتش نشانی است. خب چه کپسول آتش نشانی معمولی است، حداقل اینقدر است. بچه اینم میره بالا میتره، چون هر چی رو میکنن تو نوله میره بالا. ببینیم چی میشه. ببین معلومه قشنگ داره یه چیزی میره بالا و خیلی خفن بود. این آخرین ترقی بود که دیدیم و واقعا ترقای خفنی بودن، خیلی ترقای خفنی بودن. من که حال کردم، امیدوارم که شما هم حال کرده باشید. اگه حال کردید حتما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بزنید روی آل. و اینکه دیگه حرفی نمیمونه تا ویدیو بعدی. گودبای.